چند جمله ناب میگم. دوری کردن از بعضی آدما مثل رژیم گرفتنه. بودنشون لذیذه اما نبودنشون باعث پیشرفته. اگر حرف مفت رو می‌خریدند، خیلی‌ها الان میلیاردر بودند. بعضی‌ها به خودشان قول دادند تا آخر عمر در برابر فهمیدن مقاومت کنند. کاش میشد یک سند بذاریم یه لحظه فکرمون آزاد بشه از مشکلات این دنیا. بین، اگه کل آدمای کره زمین خوبیت را نخواهند ولی خدا بخواد کافیه. لایک از یاد نره عزیزم. سلام عزیزم، من چند جمله ناب میگم. اگه خوشت اومد لایک و شیر کن. زندگی از مرگ پرسید چرا انسان‌ها عاشق من هستند اما از تو نفرت دارند. مرگ گفت برای اینکه تو یک دروغ زیبا هستی ولی من حقیقتی تلخ هستم. میگن چرا تنها ماندی؟ میگم تنهایی را دوست دارم زیرا دروغی در آن نیست. پرنده هایی که در قفس به دنیا میآیند فکر میکنند پرواز یک بیماری هست. دنیا مثل نردبان بزرگ است. هر کس بالاتر برود عاقبت این نردبان افتادن به زمین هست. آن کس که بالاتر رفته است موقع افتادن استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. پس مرگ را از یاد نبریم. مدرک تحصیلی فقط یک کاغذ هست. تربیت و شخصیت تو رفتار آدم دیده میشه. حیدر بابا دنیای دروغ هست. از سلیمان و نوح مانده دنیا، پسر به دنیا آورده به درد انداخته دنیا. به هر کس هر چی داده پس گرفته از افلاطون یه نام خشک به جا مانده هست این دنیا. سلام. همیشه به آدم‌ها به اندازه لیاقت خودشان احترام بذار. بیشتر که احترام بذاری فکر می‌کند وظیفه طرف هست که احترام بذارد. مثلا من احترام باید بذارم. پس به اندازه لیاقت هر آدم بهش احترام بذار که بعداً خودت ناراحت نشی عزیزم. سلام خوبی عزیزم. چند جمله ناب میگم. اگه خوشت اومد لایک و شیر و سیو کن. سلام. خدمت کردن به بعضی انسان‌ها مثل خدمت کردن به مار افعی است. هر چقدر از این انسان‌ها فاصله بگیری بهتره. دیوار کعبه را بشکن ولی دل کسی را نشکن. دیوار کعبه را حضرت ابراهیم ساخت، دل را خدای ابراهیم. زندگی میچرخه عین تاس، یه روز حکم میکنی یه روز التماس. حواست به روزی باشه که حکم میکنی. هیچ وقت وارد گذشته انسانی نشو. زیباترین باغچه هم که بیل بزنی حداقل یک هرم توش پیدا میکنی. زیباترین جمله‌ای که تا حالا دیدم روی یه سنگ قبر بود. نوشته بود کسی که نگاه میکنی منم یه روز نگاه میکردم. سلام. بعضیا نمیدونم چرا به پیج بزرگ اینستا افتخار میکنن و مغرور میشن. سلام خوبی عزیزم. لطفاً پیجم فالو کن. ناهید آذر. مرسی. سلامت باشی. Su içərəm çanaqdan, bal süzülər dodaqdan, özüm gəlməsəm səlamim var uzaqdan. سلام آنها که پشت سر آدم حرف میزنن متعلق به گذشته هستن و از گذشته میآیند که غیبت میکنن، ارزش ندارن. ناراحت نباشید. Salam sağım yara, solum yara, araz ayırdı bizi. Türk olmaq en büyük şərəfdir. Yaşasın.